بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مدینه منوره اماکنی هست و جاهایی که خاطرات تاریخی تلخ و شیرینی را برای مسلمانان تداعی می کند و هر مسلمانی که بر این مناطق گذر بکند، خواه ناخواه آن خاطراتی که در تاریخ اسلام در این اماکن ثبت شده، خواه خاطرات شیرین یا تلخ، به یاد و خاطر انسان میاد و زنده می شوند آن صحنه ها و لحظاتی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه با صحابه در این اماکن و جاها تردد می کردند و اتفاقاتی که افتاده بود به ذهن انسان خطور می کند. یکی از نشانه های شهر مدینه منوره و یکی از کوههای بزرگ مدینه منوره کوه احد هست که در شمال مدینه منوره هست. یک رشته کوه طولانی تقریباً با حدود 7 کیلومتر طول دارد. در قسمت شمال مسجد النبی و شمال مدینه منوره هست. کوه احد خاطرات زیادی رو دارد از رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه. در مورد این کوه هست که حضرت انس رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف این کوه نگاه کردند و فرمودند که ان احدا جبل یحبنا و نحبه. در صحیح مسلم میفرمایند که کوه احد کوهی هست که ما را دوست دارد و ما هم آن را دوست داریم. یک جماد هست، کوهی هست، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این کوه ما را دوست دارد و ما این کوه را دوست داریم. واقعا فضیلت بزرگی هست. انسانهای زیادی بودند که رسول الله صلی الله علیه و سلم در موردشون این حرف رو زده. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، انصار که محبت داشتند و محبت اونها جزو ایمان هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد خیبر فرمودند که من پرچم را فردا به کسی میدهم که الله و رسول را دوست دارد و الله و رسول او را دوست دارند. اما در اینجا میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد یک جماد، یک کوه میفرماید که جبل یحبنا و نحبه. این کوه یعنی کوه احد ما را دوست دارد و ما هم آن را دوست داریم. و دائما رسول الله صلی الله علیه و سلم می رفتند برای کوهنوردی، زیرا که نزدیکترین کوه در واقع که بلند هست و یک رشته کوه
طولانی هست. در شهر مدینه همین کوه هست، گرچه کوههای دیگر و تپه‌های دیگری نزدیکتر هستند به مسجد النبی، اما بزرگترین کوه مدینه همین جبل احد هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک مرحله‌ای که رفته بودند بر روی کوه احد، این کوه به خود لرزید، لرزشی اتفاق افتاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم با شیخین بودند، با ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهم و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم. 4 نفر با هم رفته بودند تفریح بر روی کوه احد. این نشان محبت بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که این کوه ما را دوست دارد و ما هم آن را دوست داریم و بارها می‌رفتند برای این که قدم بزنند، ورزش بکنند و کوهنوردی بکنند. در یکی از این موارد اتفاق افتاد که کوه به لرزه افتاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اثبت احد، فرمودند که ای احد آرام باش، فانما علیک نبی و صدیق و شهیدان، که اکنون بر تو یک پیامبر قرار دارد و یک صدیق قرار دارد و 2 شهید. رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابوبکر صدیق، عمر فاروق و عثمان غنی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. اینها خاطراتی هست که شیرین هست بیانشون، اما در کنار همین احد خاطره تلخی هست. جنگ احد اتفاق افتاد، غزوه احد، که خاطره تلخی هست برای مسلمانان. اتفاقی که افتاد این بود که در جنگ بدر رسول الله صلی الله علیه و سلم تعدادی از اصحاب خودشان را در جنگ احد، رسول الله صلی الله علیه و سلم تعدادی از مسلمانان را و از اصحاب خودشان را از دست دادند. زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از مشوره با صحابه رفتند، از شهر مدینه بیرون رفتند به منطقه احد، جایی که امروزه مقبره هست و شهدای احد در اونجا دفن هستند. وقتی که جنگ آغاز شد، قبل از آن رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روی تپه‌ای که روبروی کوه احد هست و در قسمت جنوبی کوه احد قرار دارد که معروف است به جبل رباط، رسول الله صلی الله علیه و سلم 50 نفر از افرادش را بر روی این کوه گماردند و گفتند که به هیچ عنوان شما پشت ما را خالی نکنید تا مبادا سواره های دشمن از پشت این تپه بیایند و به ما حمله بکنند. این تپه در کنار وادی قنات قرار دارد. و بعد از اینکه جنگ شروع شد و مسلمانان ظاهراً در مرحله اول پیروز شدند و کفار میدان را ترک کردند، تیراندازانی که بر روی این تپه ایستاده بودند دیدند که مردم دارند غنیمت جمع می کنند. نصیحت فرماندهشان را قبول نکردند و از کوه پایین رفتند و نهایتاً این گونه شد که خالد بن ولید با لشکری این تپه را دور زد و از این طریق اومدند و بر مسلمانان حمله کردند که در نتیجه 70 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به شهادت رسید و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هم زخمی شدند. این کوه احد همچنان پابرجا هست. این خاطرات را در دل خود دارد و هر مسلمانی هم که امروزه به این منطقه برود، بر روی تپه جبل الرمات برود، روبروی کوه احد بایستد، خود به خود این خاطرات در ذهنش پدید می آیند و مرور می کند این موارد را.
همان گونه که عرض کردم کوه احد کوهی هست که فضیلت و منقبت دارد. رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست دارد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم او را دوست دارد. این کوه تقریباً 4 کیلومتر با مسجد النبی فاصله دارد و 7 کیلومتر طول این کوه هست که از طرف شرق گرفته و امتدادش به طرف غرب مدینه هست و حدود 300 متر ارتفاع دارد و یکی از 2 کوه بزرگ شهر مدینه هست. اولین کوه و بزرگترین کوه که رشته کوه احد هست و به همین خاطر بهش احد میگویند که چسبیده به کوههای دیگر نیست. یک رشته کوه هست در وسط مونده، بزرگترین کوه هست و در مقابلش در قسمت جنوبی کوهی دیگر قرار دارد که بعد از احد بزرگترین کوه مدینه منوره هست. کوه عیر هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در بحث حرم مدینه منوره فرمودند که مدینه منوره از کوه عیر گرفته تا ثور این جزء حرم هست. کوه ثور یک کوه کوچکی هست، قرمز رنگ، سرخ هست که پشت کوه احد قرار دارد. و جبل الرمات یعنی کوهی که تیراندازان بر روی آن بودند، کوه کوچکتری هست که 1 کیلومتر تقریباً با خود کوه احد فاصله دارد و 175 متر تقریباً طولش هست و 20 متر ارتفاعش و با 55 متر عرض هست که این کوه احد و کوهی که معروف هست به جبل الرمات کوههایی هستند که شاهد درگیری و غزوه احد بودند. شاهد این هستند که تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا جانفشانی کردند و نهایتاً 70 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا شهید شدند. در جنگ احد که در دامنه کوه احد و در میان کوه احد و جبل الرمات در واقع اتفاق افتاد، فرمانده مسلمانان رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و پرچمشون به دست مصعب بن عمیر و بعداً به دست سیدنا علی رضی الله تعالی عنه بود. این اتفاق در سال 3 هجری رخ داد و در طرف مقابل که کافران بودند پرچمتارشون قبیله بنی عبدالدار بود و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای جنگ احد اومده بودند و از مدینه خارج شده بودند، عبدالله ابن مکتوم رضی الله تعالی عنه را نایب خودش قرار داده بودند در مدینه منوره. تعداد مسلمانان 700 نفر بود، 50 نفر سواره داشتند. تعداد کفار 3000 نفر بود که 200 نفر سواره داشتند. از مسلمانان 70 نفر به شهادت رسید که 4 نفرشون از مهاجرین بودند و در طرف مقابل 22 نفر از کافران کشته شدند. و جریان غزوه احد را که در دامان کوه احد اتفاق افتاده بود، الله متعال در آیات متعددی از قرآن کریم جریانش را و درسهایی را که از آن باید بگیریم، الله متعال در سوره آل عمران از آیه 121 تا 180 تقریبا حدود 60 آیه را الله متعال به این اختصاص داده و جریان احد را الله متعال ذکر کرده. این کوه احد و دامنه احد و جبل الرمات هست که خاطره غزوه احد را در خود دارد و همچنین خاطراتی از تفریح رسول الله صلی الله علیه و سلم را دارد و مناقبی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای این کوه بیان فرمودند که کوه احد کوهی هست که ما را دوست دارد و ما کوه احد را دوست داریم. امیدوار هستم که ما هم مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم
احد را دوست داشته باشیم و احد هم ما را دوست داشته باشد و انشالله که در روز قیامت در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم و سعادت دنیا و آخرت را الله متعال نصیب ما بگرداند. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة العالمين.